سلام دخترا، چطورین؟ امروز میخوام پدیکور مجموعمون رو یه جوری واسهتون پرزنت کنم که دلتون بخواد همین الان وقت پدیکور بگیرید. به جز سالن ما هیچ جا دیگه نتونی پدیکور انجام بدی. ابتدا پس از ضد عفونی کردن و استریزی کردن ابزار، پدیکوریست میره سراغ کف پای شما که ببینه کدوم پکیج برای شما مناسبه. پکیج ایشون درمانی و ریلکسیه. اول با پودودیسک تمام پوسته های مرده برداشته میشه و بعد لازمه که کلوستراپی بشه. کلوسو که بذاریم بعد از چند دقیقه میبینی که چقدر پوسته های مرده روی پوست وجود داره که به چشم اصلا نمیاد. حالا وقت قرتی بازیه، پاهاتو بذاری، کتاباتو بخونی و کافیتو بخوری. حالا وقت یه اسکراپ خفنه. این اسکراپ خفن چی کار میکنه؟ تمام پوسته های ریز مرده که کف پا ممکنه دیده نشه با چشم و روی پا که تیرگی داره اینا رو از بین میبره. وقت کرم ترک کف پا رسیده. این کرم مخصوص ترک کف پاست. آبرسانی عمیق باهاش انجام میشه، به بسته شدن و بهبود ترک ها کمک میکنه و روی پوست یک لایه ایجاد میکنه که مانع از دست دادن آب میشه و با این کرم یه ماساژ خفن میگیری. وای، حالا وقت گرفتن ماساژه. ماساژ کف پا که دیگه لذت بخش ترین قسمته. یه جوری کف پا صاف و صیقلی شده که دیگه روغنا حتی نمیمونه روی پا. این ماساژی که متخصص ما میده، مخصوصا این ماساژ مشتی، هرچی خستگی داری رفع میشه و تمام رگ‌هات باز میشه. و در آخر با این بافر شروع میکنه کف پا رو کاملا ماساژ دادن که تمام روغنها و مواد مغذی داخل ترک‌های کف پا بره. همینجور که میبینین طلا جون با یه حال خوب مجموعه ما رو ترک کردن و حالا وقت این رسیده که اینجا ضد عفونی، گندزدایی و استریلیزه بشه و آماده بشه برای شمایی که قراره یه پدیکور خیلی حرفه‌ای از ما بگیرین. ممنونم از اینکه گوش کردین.